چی انقدر شلوغه اینجا؟ ما نمیفهمم. چیه دیگه؟ خوب مو که کنجکاوم بخورم ببینیم چی کار میره ها؟ چی بو گندی هم یک حس عجیب غریبی دارم، انگار رفتم اون دنیا. چه چیزی باحالی بود، خدا وکیلی جلل خالق. خیلی به کارم میاد. قایمش کنم کسی نبینه. آی بچی جان. بله مامان. مطمئنم الان مامانم دوباره میخواد بهم گیر بده، بگه پاشو بیا ظرفا رو بشور. ای کاش برای یک بارم که شده بهم گفت دوست دارم دخترم. همیشه بهم گیر میده. خسته شدم دیگه. یا میگه ظرفا رو بشور، یا جارو بقیه بگه خونه رو، یا این کارو بکن یا اون کارو بکن. مامان تو رو خدا یه بارم که شده بهم بگو دوست دارم. چیزی شده؟ مامانم